مهمان بودم جایی، یکی از دوستان دعوت کرد، گفت یه بنده خدایی قرار سخنرانی کنه. کسی هم که قرار بود صحبت بکنه در مورد موفقیت و خوشبختی یه آقایی بود که من فکر می‌کنم حالا از کلیسایی جایی اومده بود. نکته که خیلی برام جالب بود این بود که تو وسط صحبتاش میگفت همه چیز از قبل نوشته شده. در واقع یه جورایی داشت به این اشاره می‌کرد که همه چیز تو این دنیا تحت تأثیر تقدیرتونه. اونجا از من تو جلسه سوال شد، گفتن که نظر شما چیه؟ گفتم که من کاملا با این مخالفم. بعد ایشون گفتش یعنی شما قدرت خدا رو زیر سوال میبری؟ گفتم نه، من قدرت خدا رو زیر سوال نمیبرم، ولی اینهایی که اعتقاد دارن که همه چیز از قبل نوشته شده وقتی از خیابون رد میشن به دو طرف خیابون نگاه میکنن. یه لحظه کل اون مجموعه ساکت شد. اگه تقدیر از قبل نوشته شده شما چرا از خیابون رد میشین دو طرف خیابون نگاه میکنید؟ به اعتقاد من بزرگترین ظلمی که میتونیم در حق خودمون بکنیم اینه که به خودمون بگیم از قبل همه چی نوشته شده. هیچی از قبل نوشته نشده. همه چیزو ما از قبل خودمون خلق میکنیم. تمام اختیار این جهان هستی دست خودمون.